پروردگارا، آسمان تو ابریست اما چشمان یعقوب. راحیل 11 سال است که منتظر این فرزند می باشد. 11 سال است نیش و کنایه زنان فدان را می شنود و تحمل می کند. چقدر به او نازا گفتند، چقدر او را عقیم و بی ثمر خواندند. کاهن بزرگ مرا ببخشند. امشب برای یعقوب و خاندانش خوابها دیدم. مرا تنها بگذارید. نفرین خدایان بر یعقوب و خاندانش باد. کفر یعقوب بی پاسخ نخواهد ماند. او باید مجازات شود. ای هیشدار بزرگ، آتش خشم خویش را بر یعقوب و خاندانش فرود آور. راحیل و فرزندش امشب باید نابود شوند. با این همه من نگران راحیل و فرزندم نیستم. بیم آن دارم که مرگ آنها موجب شادی ارباب معابد و بت پرستان شود. بیم آن دارم که تلاش چندین ساله من در محو شرک و بت پرستی بی نتیجه بماند. کاری بکن، همسر و فرزندم را نجات بده. نجات آنها موجب بیداری مردم فدان می شود. نجات آنها شکست معبد ایشتار و پیروزی یکتاپرستی بر شرک و بت پرستی است. خدای مهربان، یاریم کن، یاریم کن، یاریم کن. این وقت شب این نور چیست؟ راحیل به هوش آمد. دوباره شروع شد. راحیل یعنی میخواهد باران ببارد؟ گمان میکنم آسمان میخواهد به حال راحیل بگرید.
این نشان خشم خدایان است. تندر خشم خدایان فرود خواهد آمد. یعقوب و خاندانش مجازات خواهند شد. ای ایشدار بزرگ، از حریم خدایان دفاع کن. آتش خشمت را بر خاندان یعقوب فرود آور. یعنی فرزند راحیل به سلامت به دنیا اومد؟ پس نفرین ایشتار جادوی ایستر. بگذار مردم فدان قدرت عظیم تو و جادوی ایستر را ببینند. ای ایشتار بزرگ، ما را خشنود کن. بگذار تا دوستان تو ضعف و زبونی خدای یعقوب را ببینند. درود بر نبی خدا. درود خداوند بر همه شما بود. قدم نورسیده مبارک. مبارک. خداوند را به خاطر الطافش سپاس میگویم و از او برای تو و فرزندمان طلب خیر و برکت میکنم. 11 سال در انتظار تو بودیم. چرا این همه دیر؟ نمیپرسید فرزندتان پسر است یا دختر؟ یوسف اسم پسر است یا دختر؟ از کجا دانستید؟ چه کسی به شما گفت؟ همان که ساعتی پیش مژده ورودش را به من داد. این باران هم از برکت قدوم توست فرزندم. خوش آمدی. راحیل و فرزندش به سلامت هستند. آره بالان چه کار؟ باران را بنگر که قحطی را از فدان میزداید. چرا متوجه نیستی؟ باران همزمان با تولد فرزند راحیل و یعقوب باریدن گرفت. یعنی راحیل و فرزندش سلامت هستن؟ آری میبینی که
چه کودک خوشیمن و مبارکی است. مردم چرا ایستاده اید؟ گوسفند و شتر قربانی کنید، بدان را آذین ببندید. از خدای یعقوب باید سپاسگزاری کرد. امروز روز حیات مجدد دختر من و پایان قحطی بدانش. معبد اشتر آتش گرفته. معبد آتش گرفته؟ عالی جناب، معبد ایشتار آتش گرفته. گفتی چه شده؟ معبد ایشتار آتش گرفته. یعنی چه اتفاقی افتاده است؟ با من بیایید. باران که همه چیز را میشوید و خاموش میکند، چرا بر آتش معبد اثر نمیگذارد؟ این عجیب نیست؟ ساحره ایسته؟ در میان شعله های آتش بود، نتوانستیم نجاتش دهیم. ساحره سوخت. ساحره ایستر سوخت. یعنی ایستر هم باید بسوزد؟ نمیشود برای اون کاری کرد. مگر آتش کاهنه معبد رو هم میسوزاند؟ معلوم است او که از خدایان نیست، او هم میسوزد. این بود خدای قدرتمند اشتار. خود و کاهنانش در آتش سوختند و توان دفاع از خود را نداشتند. ایستر که میگفت راهیل و فرزندش نابود خواهند شد. چه شد؟ اینکه خودش نابود شد. کجا؟ میروم به خدای یعقوب ایمان بیاورم. شما که میگفتید یعقوب عامل بدبختی و نابودی مردم فدان شده است، ولی به عکس فرزند یعقوب مایه نزول باران و خیر و برکت برای ما شده است. برویم. بمانید. کجا میروید؟ بمانید، از آیین نیاکان خود دفاع کنید. بمانید. کجا میروید؟ معبد در حال سوختن است.
بیشتر نابود می شود. کاهن بزرگ میسوزد. برگردید. کجا می روید؟ آتش معبد باید خاموش شود. بیشتر نجات بدهید. آتش را خاموش کنید. گویا باران رحمت الهی جسم و جان این مردم هر دو را تطهیر کرده است. به یمن قدوم فرزند شما باران به فدان می‌بارد. او را به ما نشان نمی‌دهید؟ من ناگزیرم که به نبوت شما اقرار کنم، چرا که به عیان دیدم با آمدن فرزند تو هم معبد بت پرستان نابود شد، هم قحطی فدان. قدوم یوسف مبارک است، اما آن که معبد ایشتار را نابود کرده و باران بر فدان نازل نموده خدای من است، خداوند یکتا. نمیخواهید او را ببینید؟ من و همسرم خدای تو را دیده بودیم. امشب مردم فدان نیز دیدند، هم قدرت بی انتهای خدای تو را، هم ذلت و زبونی خدایان خیش را. اینک آمده اند که به خداوند یکتا ایمان آورد. ای نبی خدا، ای نبی خدا، قلوب اینان را با نور ایمان منور گردان. آیا همه شما بر کلام فارس هستید؟ با من بگویید. ما از همه خدایان سرد و سنگی و دیگر خدایان زمینی بیزاری می جوییم و به خداوند یکتا ایمان می‌آوریم، خداوند آسمان ها و زمین و به همه پیامبران و فرستادگانش ایمان می‌آوریم و از فرامین آنها اطاعت می‌کنیم. پنج سال از نزول خشم خداوند بر زیگورات ایشتار می‌گذرد و 5 سال است که درهای نعمت خداوند بر روی مردم فدان آرام گشوده شده. راحیل همسر محبوب یعقوب نبی
و مادر یوسف در انتظار فرزندی دیگر به سر میبرد. یوسف. بله مادر. امروز با پدر به صحرا میرویم. باشد مادر، من خوشحالم. برویم. آن زمان که از یعقوب فرزندی نداشت محبوبه او بود. اکنون که دیگر هیچ. من و زلفا کنیزیم و لیاقت گشت و گذار با یعقوب نبی را نداریم. مادرت لیا چه؟ شاید کار دارد. شاید هم علاقه به گشت و گذار در صحرا ندارد. چه میدانم؟ و شاید پدرت جز راحیل کسی را دوست ندارد. قصد دارم به زودی به زادگاه هم کنعان بازگردم. نکند آنها با یکدیگر نزاع کنند. نگران نباش، آنها زور آزمایی میکنند. معتقدن هر کس قوی تر از دیگران باشد جانشین من است. یعقوب نبی را میشناسی؟ فرزند اسحاق پیامبر؟ او و فرزندش مایه خیر و برکت فدانند. آری میشناسم. کجا میتوانم او را بیابم؟ دایی او لابان فرماندار است، نزد او بود. چه میخواهی؟ پیکی از کنعان هستم. با جناب فرماندار کار دارم. دنبال من. دینه جان بیا دخترم. با یوسف بازی کن تا مادرت رو یاری کنه. باشد؟ باشد.
راهی خبری است؟ مبارک است. نبی خدا هم خبر دارد؟ سلام پدر بزرگ. سلام پدر بزرگ. سلام پدر، خوش آمدی. سلام. چه شده یادی از ما کردی؟ چیزی شده پدر؟ اتفاقی افتاده است؟ آن مرد که میبینید از کنعان آمده و خبرهای خوبی برای ما ندارد. یعقوب کجاست؟ به به، جایی خوبم لبان. چه شده؟ راه گم کرده ای؟ اگر چه تلخ است اما میدانم تحمل شنیدنش را داره. چرا حرف نمیزنی؟ پدرت اسحاق نبی دار فانی را ودا گفته. همه از خدایی و به سوی او برمیگردیم. تصمیم شما چیست پیامبر خدا؟ بعد از اسحاق نبی رسالت مردم کنعان بر عهده یعقوب نبی است. خواهرتان فائقه گفتند این رسالت را به شما ابلاغ کنم. یعنی باید بروید؟ مرگ حقیقتی است که همه را در بر میگیرد و هیچ کس را از آن گریزی نیست، حتی اولیا و انبیای الهی. از همدردی همه شما سپاسگزارم و از خداوند برای خود طلب صبر و بردباری میکنم. ای نبی خدا، اگر ما عهد کنیم که از فرامین شما اطاعت کنیم، آیا در فدان خواهید ماند؟ من مردم فدان را دوست دارم و ترک شما برایم سخت است. این به اراده من نیست. من به خواست خود نمی روم که به خواست خود بمانم. به خواست خدا ما فردا به سوی کنعان حرکت می‌کنیم. ما هم آماده ایم. من و همسرم نیز وسایل خود را جمع کرده ایم. شما دیگر کجا؟ با شما به کنعان. ما تا عمر داریم از نبی خدا دست بر نمی‌داریم. شما نمیتوانید با ما بیایید. بهتر از همینجا در فدان بمانید. خانه و کاشانه من جای خوبی برای زندگی شماست.
ولی من زندگیم رو مدیون شما هستم. ما عهد کردیم تا عمر داریم خدمتکار شما باشیم. همسر و بستگانت به تو نیاز دارند. اینجا وطن شماست و شما هیچ دینی نسبت به من ندارید. بهتر از همینجا بمانی. خداوند را سپاسگزارم که به ما نور هدایت ارزانی داشت. من سالها با شما زندگی کردم، در غم و شادی شما شریک بودم. از اینکه شما را ترک می کنم غمگین هستم. شما روزی بت پرست بودید. خداوند یکتا نور ایمان بر قلب‌های شما جاری ساخت و شما بت‌های خود را دور انداختید و خدای یکتا را برگزیدید. قدر ایمان و دعوت الهی را بدانید. مبادا تاریکی کفر و جهل را جایگزین نور الهی کنید. یعقوب باشد یا نباشد، خداوند یکتا ناظر بر اعمال و افکار شماست. خدا نگهدار همه شما. تو در این سالهای طولانی شبانی برای من مزدی دریافت نکردی. از خود نه ثروتی داری و نه گله گوسفندی. من نیمی از گوسفندانم را به تو و دخترانم هدیه می کنم. امیدوارم امورات شما با این گله اداره شود. سپاسگزارم. خداوند به شما خیر و برکت فراوان دهد. سپاسگزارم پدر. خداوند به شما خیر دهد. این حق یعقوب است. من باید پس از سالها زحمت از او قدردانی کنم. نگهدار همه شما. خاله، چرا بلهه و زلفا نسبت به مادرم راهی حسادت میکنن؟ این را چه کسی به تو گفت؟ همه میگوین یهودا خودش از زبان بلهه و زلفا شنیده بود. کودکان نباید در این امور دخالت کنند. اما حال که سوال کرده ای پاسخ میدهم. بلهه در ابتدا کنیز مادرت راهیل بود. راهیل چون صاحب فرزندی نمیشد، بلهه را به پدرت هدیه داد تا از طریق او هم صاحب فرزند شود، هم علاقه پدرت را نسبت به خود حفظ کند. بلهه دان و نفتالی را به دنیا آورد و نزد راهیل و یعقوب بسیار عزیز و مورد احترام شد. حال طبیعی است که با به دنیا آمدن تو بلهه فکر کند که دیگر آن جایگاه سابق را ندارد و همین موجب حسادت او شده باشد. آیا زلفا کنیز شما بوده؟ آری. پس از اقدام راهیل من نیز کنیز خود زلفا را به پدرت هدیه دادم. نمیخواستم در جلب محبت پدرت
راحیل بر من پیشی بگیره. زلفا نیز جاد و عشیر را به دنیا آورد. لاوی شمود چه میکنی؟ کله پراکنده شد، آنها را بازگردانید. فکر نمی کنی که یعقوب بیش از حد جایگاه راحیل را عزیز می داره؟ من نیازی به حسادت با خواهرم ندارم. نه تعداد فرزندان او بیش از من است و نه محبت یعقوب به او افزون تر از من. پس حسادت برای چی؟ خب معلوم است او که رأی خواهرش را به ما نخواهد داد. راه طولانی نشد؟ چیزی از راه نمانده. زندگی قبایل پشتشین هم همین است. هم سفر میکنند هم زندگی. لیا تا کنان چقدر راه است؟ تقریبا 3 فرسنگ. میتوانی تحمل کنی؟ نمیتوانم. یهودا، لاوی، شامون، چادر را برپا کنید، همینجا اتراق میکنیم. در کرمان قابلی یافت میشود؟ آری میشود. جیرا زود به کنعان برو و خواهرم فاقه با یک قابله به اینجا بیاد. عجله کن. برو زود باز میگرده. لیا تحمل کن خواهرم. راهی کمک کن. آرام مواظب آتش آماده کنید. زلفا زیر انداز بیاور. چه شده مادر؟ حالتان خوب نیست؟ نگران نباش، چیزی نیست. دینه یوسف را ببر. بگذار بماند. لیا تحمل کن خواهرم. یوسف را نگه دار. بیا پسر جان، بیا بشو. چه شده پسرم؟ یوسف تو نباید بروی. پدر من برای مادر میترسم. چرا پسر جان؟ اتفاقی نیفتاده؟ نگران نباش.
زایمان پیشین اونی سخت. چیزی نمانده بود که از دست برود. به یعقوب بگویید دعا کنن. چه شد؟ راحیل حالش چطور است؟ هنوز خبری نیست. لیا گفت برای راحیل دعا کنید. حالا او چندان مساعد نیست. اگر بتواند قدری تحمل کند قابل از راه میرسد. بروید مراقبش باشید. پدر، آیا مادر میخواهد از پیش ما برود؟ چه کسی این را به تو گفته؟ او میخواهد برای تو برادر بیاورد. اما من میترسم. نترس پسرم، نگران نباش. دینه، برو با برادرت بازی کن. اگر این بار هم چون زایمان پیشین باشد خداوند به او رحم کند. مشکل بتواند جان سالم به در ببرد. نمیتوانی نفوس بد نزنی؟ جغد شوم. کمی تحمل کنید. به دنبال قابله رفتم. تو کنعان راهی نیست. فرزندانم باش، مراقب فرزندانم باش. مراقب فرزندانم باش. نگذار غم بی مادری را احساس کنند.
نگذار. Nora!